سازیان تبریک باشه. پرکارترین فیلمساز در این سال معرفی شد. سلیم شاهین از طرف داوران جشنواره نظر بر شایستگی و ابتکاراتی که داشت این تندیس برش تفویض شد و سلیم شاهین فرمایش کردیم که 107 فیلم همچنان داره. در این بخش وکیل جان من چهره برتر سینمایی را میخوایم معرفی بکنم و بیاین که به صفحه ببینیم که کی ها کاندید هستند. پس در صفحه میبینیم چهره برتر سینمای افغانستان فردین خان. سوال از انجینیر صاحب لطیف خواهش میکنیم تا روی استیج تشریف بیارن و تندیس آقای فردین خان را برش تفویض کنن و یک بار دیگه تبریک میگیم به فردین خان، چهره برتر سینمای افغانستان در دومین جشنواره. من قبل از اینکه این تندیس برشان تقدیم بکنم باید بگویم که فردین خان سازمانده و برگزار کننده این جشنواره در کنار تلویزیون خورشید از هیچ همکاری دریغ نکرده و این تندیس سزاوار این آدم مبتکر است. تشکر. همیشه استقبال کنید آقای فردین خان با کف زدن‌هایتان و تبریک میگیم یک بار دیگه به آقای فردین خان. سلام خدمت بزرگوار لیمانا و عظیم تالار بیننده بسیار خوب تلویزیون خورشید تشریف آوردین اینجا. مجال داره که در قدم اول از رهبری تلویزیون خورشید خصوصا از سید جمیل سادات تشکری بکنم و از تیم تکنیکشان که هر روز هر شب با ما کار کردن، زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن. یک جهان سپاس از داورای بزرگوار که ما شاهد حال هستم که به خدا در ماه مبارک رمضان یک ماه متواتر شیشتن اینا فیلم ها را دیدن، چک کردن و هنرپیشای خوبی را انتخاب کردن و تشکر از تمام سینماگرایی که با ما همکار بودن. یک جهان تشکر. دعوت میکنیم از کسایی که باز هم یک اجرا داشته باشن بر روی